سلام و وقتتان بخیر بیننده های عزیز. امروز میخوایم کباب گردن آماده بسازم. در نخست گردن ها رو باید اخته کنیم. یک عدد پیاز رو رنده نموده آبش را میگیریم. بعد از هم 8 عدد سیر میکوبیم و داخل ظرف ما آب پیاز میریزیم. همچنان 2 قاشق سرکه، 1 قاشق چای خوری مرچ سیاه، 1 قاشق چای خوری نمک، قاشق چای خوری پودر پاپریکا، همچنان 1 قاشق چای خوری زردچوبه اضافه میکنیم و 1 قاشق چای خوری مرچ سرخ، همچنان 3 قاشق غذاخوری روغن اضافه میکنیم. تشکر از کامنت های زیبایتان، تشکر از کسایی که مرا حمایت کردن، چنل ما سابسکرایب کردن و خوش آمدید میگم دوستایی که در چنل ما نو هستن. دوستای عزیز، اگر در پختن کدام غذا مشکل داشتین میتونین کامنت بگذارین. من در ویدیوهای بعدی براتون آماده میسازم. اگر کدام سوال درباره آشپزی داشتین میتونین سوال کنین و به سوالایتان جواب میدم. من تا حد آخر کوشش میکنم که غذاها را به طور آسان و فوری آماده بسازم. پس برای که سر آشپزخانه خودتان باشین، چینل ما سابسکرایب کنین و با ما همراه باشین. و به مواد اخته سیر را اضافه نموده و میکس میکنیم. بعد از اینکه مواد آماده شد، گردن ها را اخته نموده و بعضی از قسمتاش همراه چاقو سوراخ ایجاد کرده و به سوراخ‌هاش سیر قرار میدیم. بعد از اینکه مواد اخته ما را علاوه نمودیم میگذاریم به مدت 2 ساعت استراحت نماید. دوستای عزیز، اگر ویدیوهای ما مورد علاقه شما قرار گرفت، ویدیو رو لایک کنین، همراه دوستانتان شیر بسازین و چینل ما سابسکرایب کنین. نماد زنگوله رو فشار بدین تا هر ویدیو جدید گذاشتم برای شما همچنان بیاید. و برای پختن کباب ما بر روی ظرف که میخوایم داخل داش قرار بدیم از آلومینیوم فایل استفاده میکنیم و گردن ها را قرار میدیم. بعد از او آلومینیوم فایل ما رو بسته میکنیم، میگذاریم به مدت 1 ساعت داخل داش بپزه. بعد از که او داخل داش قرار دادیم میریم به سراغ کچالو. 6 عدد کچالو میگیریم و همراه سیمک ظرفا خوب میشوریم. بعد از او همراه خلال دندان حفره ایجاد میکنیم و مواد اخته باقی مانده را بر روی ازی میریزیم. از ظرف را کم تکان میدیم تا مواد اخته به دیگر قسمت های کچالو برسد. دوستای عزیز، بعد از 1 ساعت که گردن ها داخل داش قرار داده بودیم، دوباره نیم ساعت دیگه همراه کچالو ها دوباره قرار میدیم تا خوب بپزد. یعنی برای پخته نمودن کباب گردن ها باید حداقل داخل داش به مدت 1.5 ساعت باشد. بله دوستا، 1.5 ساعت دیر شد. ببینین کباب گردن آماده شده. شما هم برتان آماده بسازین. من نوش جان نماین. طریقه پختنش بسیار زیاد آسان و ساده می باشه. و برای حمایت ما چینل ما سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک بسازین، همراه دوستانتان شیر کنین. و ما از قبل ظرف را همراه چند قسم ترکاری تزیین نمودیم و برای تزیین رویش از گشنیز استفاده میکنم. و بر روش گشنیز میریزیم. ببینید که بسیار زیادم تو شکل خوب به خود گرفتم و مزه‌دار است. همچنان نرم آمده. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتان.